چرا استارتاپ ها شکست میخورن؟ بیاین بررسی کنیم. استارتاپ ها با کلی انرژی و انگیزه شروع میشن، ولی چرا خیلی هاشون وسط راه کم میارن و شکست میخورن؟ خب دلایل زیادی وجود داره که ممکنه از همون اول مسیر کارآفرینا رو به اشتباه بندازه. توی این ویدیو قراره درباره 4 تا دلیل اصلی شکست استارتاپ ها با جزئیات بیشتری صحبت کنیم. 1. نداشتن شناخت درست از بازار هدف. اگر دقیق ندونی محصول یا خدمتی که ارائه میدی قرار کدوم مشکل رو برای چه قشری حل کنه، معلومه که فروش سخت میشه. خیلی وقتا کارآفرینا فکر میکنن محصولشون بی‌نقصه، ولی اصلا بررسی نمیکنن که آیا بازار همچین نیازی داره یا نه. تحقیق بازار، شناخت نیاز مشتری و بررسی رقبا خیلی بهتون کمک میکنه. 2. مدیریت ضعیف پول و سرمایه. پول مثل بنزین برای ماشین کسب و کاره. اگر بدون برنامه خرج کنی یا تو هزینه ها زیاده روی کنی، خیلی زود منابع تموم میشه. خیلی از استارتاپ ها یا خیلی ولخرجی میکنن یا برعکس اونقدر صرفه‌جویی میکنن که رشدشون کند میشه. مدیریت مالی هوشمندانه یعنی بدونی کجا خرج کنی، کجا خرج نکنی. 3. تیم سازی ضعیف. هیچ استارتاپ موفقی بدون یه تیم قوی به جایی نمیرسه. اگه همه کارها رو بخوای خودت انجام بدی یا افراد ناهماهنگ و بدون انگیزه کنار هم جمع کنی، احتمال شکستت خیلی بالا میره. باید تیمی داشته باشی که مهارت‌های مکمل رو هم داشته باشن و بتونن با هم کار کنن. ارتباط خوب، انگیزه و هدف مشترک اون هم بهت کمک میکنه. 4. خشک بودن و نداشتن انعطاف. بازار مدام در حال تغییره و نیاز مشتری ها هم هر روز عوض میشه. اگر استارتاپت نتونه سریع با این تغییرات هماهنگ بشه و استراتژی هاش رو آپدیت کنه، خیلی زود از رقبا عقب میفته. گاهی باید حتی ایده اولیه رو تغییر بدی یا مسیر جدید رو امتحان کنی. انعطاف پذیری یعنی بتونی به موقع تصمیم های سخت بگیری. اگه این نکات رو جدی بگیری، استارتاپت شانس بیشتری برای موفقیت داره. آگاه بودن از این چالش ها میتونه کمکت کنه. تو چه تجربه‌ای تو این زمینه داری؟ راستی منو دنبال کن تا از آموزش‌های خفن بهره مند شی.